این صحنه شبیه سازی ترکیدن رادیاتور بخاری خودروهای 206 207 وراناست که البته کسانی که تجربهشو داشتن میگن به هیچ وجه قابل مقایسه با صحنه واقعیش نیست. تصور کن با 100 تا سرعت تو جاده یا اتوبان آب جوش 100 درجه و بخار 130 درجه پاتو شدید بسوزونه. سوختگی و جراحت این پا رو میبینید، دلیلش ترکیدن این رادیاتور بخاریه. اگرم تو زمستون باشه که تو یه لحظه کل شیشه ها تو بخار میپوشونه و دیدتو کامل کور میکنه. من ماشین انفجار بخار سوزوند شما رو یا آب جوش؟ نمیدونم، فکر میکنم بخار بود دیگه. قسمت رادیاتور بخاری و لوله های دوقلو هیچ گونه محافظی نداره و فومی هم که خودروساز گذاشته تو اکثر ترکیدن هایی که منجر به سوختگی شده وجود داشته. پیشنهاد ما نصب محافظ فلزی فنی هاست. سر لوله های دوقلو و درب رادیاتور بخاری رو کامل پوشش میده و هنگام ترکیدن این قسمت ها جلوگیری میکنه از ورود ناگهانی آب با فشار بالا به داخل کابین و آب و بخار هیچ راهی برای نزدیک شدن به پای راننده رو نداره. داخل محافظ یک لایه فوم کار شده که عایق صدا و حرارت است و همچنین جلوگیری میکنه از اتصال محافظ فلزی به لوله ها و درب رادیاتور بخاری که جنسشون از پلیمره. برای اطلاعات بیشتر و خرید به دایرکت مراجعه کنید.